ولو تانرن نادینن. سلام علیکم دوستان عزیز، انصاف علی هدایت هستم. راستشو بخواید الان باید 1 ساعت دیگه برم سر کار، ولی خواستم که یه چند صفحه یه کتاب رو حداقل باهاش آشنا بشم، بعد برم سر کار. احتمالا شما هم علاقه داشته باشید میتونید دنبال بکنید. بریم سراغ کتاب هایی که دانلود کرده بودیم و ببینیم که حالا چرا این تلگرام دسکتاپ. ما در روزهای گذشته چند کتاب رو چیز کردیم تا اینجا. وقایع فقه شریف حنفیه رسیدیم، این رو باز بکنیم و یک کتاب دیگر هم باز بکنیم، احتمالاً بتونیم قرآن اسماعیل ابن حاجی. این هم 2 کتاب، ببینیم که امروز کدوم یکی رو میتونیم بخونیم و چقدر. اول با خود کتاب از نظر فیزیکی آشنا بشیم. این وضعیت قرآن هستش. خب در قدیم انسان ها برای اینکه سال تولد فرزندشون یا مرگ عزیزانشون رو چیز ندونن، پشت قرآن فراموش نکنن، پشت قرآن ها می نوشتن. پدر منم همین کارو می کرد و در قرآنی که در خانه داشتیم روز و سال تولد مثلا من یا مرگ مادر بزرگم اینها در اونجا نوشته شده بود. حالا باید یک روزی من روز وفات خودش رو در اون قرآن بنویسم. به هر حال میبینی که این وضعیت روی جلد هست و نمیدونم که چی هست. ظاهرا کتاب نکاح و فی محرمات اینا. این قرآن نیست. البته من یه اشتباهی کردم، فکر کردم این قرآن رو داریم. نه، این وقایع فقه شریف حنفیه هست. کتاب رو میبینیم یه مقدار آسیب خیلی جدی در گوشه ها دیده، به خصوص در سمت پایین. الحمدلله که به حاشیه ضرر زده، به متن ضرر نزده و با دوباره در اینجا با چیزهای مواجه هستیم. با خط قرمز نوشته شده و فصلها رو یا مطالب رو اصلا جدا کرده. با حاشیه نویسی در متن در حاشیه مواجه هستیم که در ضمن میبینیم که اینجا مثل شعر نوشته شده، یا اگر بگیم به سبک روزنامه‌ای نوشته شده باشه به سبک 2 ستونه نوشته شده، ولی احتمال میدم شعر باشه. نمیدونم، حالا من این کتاب رو برای اولین بار دارم میبینم. این کتاب در سال 828 قمری نوشته شده و الان 1446 هست. 446 سال از اینجا و 172 سال از اونجا. این کتاب حدوداً بیش از 500 سال، نزدیک یا شاید هم 600 سال عمر داره و این ببینیم که حالا کتاب رو داریم میبینیم، صفحه میزنیم، این در 490 صفحه نوشته. برای اینکه فقه حنفیه رو ببینید اینجا خیلی جالب، با یه حاشیه، با یه صفحه روبرو هستیم یا با 2 صفحه روبرو هستیم که حاشیه نویسی خیلی زیبایی برای اون نوشته شده. من مثلا برم صفحات دیگر رو هم ببینیم، چون این خیلی زیاد هست و نمیخوام خیلی امروز وقت برای فیزیک کتاب صرف بکنیم. بریم صفحه آخر رو هم. اینجا یه جایی به بعد تغییر میکنه، اون 2 ستونه تبدیل میشه به یک متن تک ستون به عرض برای کتاب ها مناسب است و حاشیه هم کوتاه‌تر میشه. از هر 3 طرف حاشیه ها کم عرض‌تر شده، یعنی مثل کتاب‌های امروزی تقریبا به اون حالت در اومده. حالا آیا عجب، با این یک کتاب دیگریه که بهش افزوده شده. اینجا آخر کتاب میبینیم صاحب ملا مصطفی حضرتلری یه چیزیه، احتمالا حضرتلری هست. اینجا کاملا مشخص نیست که اسمش چی هست، ولی من اونجا رو
ملا مصطفی نامی این رو نوشته، چیز صاحب کتاب هست، یعنی خریده این رو، مالکش شده، برای اینکه کتاب در اون زمان خیلی خیلی قیمتش بالا بود. در اون 600 700 سال پیش کتاب جزو مثل خونه بود در اصل، یعنی شاید به اندازه بیش از خونه هم گران بوده، اینقدر چیز بوده. حالا بذارید ببینیم یه ذره بالاتر بریم ببینیم میتونیم به کتاب برسیم از کجا و چرا. حالا اینجا میبینیم که ظاهرا اینجا فارسی هستش. من همینجوری که الان نگاه کردم به نظر میاد که این قسمت ها فارسی باشه و با خط قرمز و مداد قرمز بحث ها اصلا جدا شده. میبینیم اینها رو. خب از اینجا به بعد احتمالا به فارسیه. بسم الله الرحمن الرحیم. از اینجا به بعد فارسیه البته. ببینید و بعد سوال کردن جمعی از پرهیزکاران. بله از اینجا به بعد فارسی هستش، همونجوری که در این چیز دیدیم. اینجا پایان کتاب هست. سلام oğlum, sağ ol, teşekkür ederim. Sağ ol, yaxçıyam, sen yaxçısan. خب نوه من اومده داره احوال پرسی میکنه، در نتیجه من باهاش صحبت کردم. حالا بریم ببینیم که دوستان، بریم ببینیم که این کتاب بخش اول چی هست. من چون بخش اول رو ندیدم. حالا اینجا فهرست احتمال میدم صفحات کتاب رو داریم میبینیم که در صفحات کتاب چه مطلبی نوشته شده و بعد صفحه اول رو میبینیم که بذارید اینو بزرگش بکنیم ببینیم که میتونیم بخونیم. شریفه شارح و وقایع حالا این چی بود اینجا؟ اینو گفته وقایع متن صدر الشریف شارح وقایع علی مذهب الحنفیه رحمه الله تعالی الی یوم الاخر. آقچه، اینم آقچه گفته، نمیدونم حالا 330 آقچه بوده چی بوده نمیدونم. آقچه هم گفتیم که پول، یک زمانی واحد پول بوده، واحد چیزی بوده. اینجا به قرمز یه چیزی گفته که من خیلی نمیتونم بخونم، ولی تلاش بکنیم ببینیم میتونیم اینو باز بزرگ کردن صفحه. اینو حسین از ترجمه وقایع فقه شریف عقاید چی دیگه اینجا رو 828 این تاریخ رو گذاشته. نمیدونم که این قرمزه، این چیزی که قرمز نوشته و البته اینجا گفته بسم الله الرحمن، سنه تعلیفی تاریخی دور، یعنی 828 تاریخ تألیف این کتاب هست. اینجا هم در بالای اینجا هم نوشته 828 قمری، پس تاریخ رو درست در آوردن. بسم الله الرحمن الرحیم. اول اسم الله لا başladık işi بسم الله لا قلعه زی خوش. احتمالا این اوش باشه برای اینکه شعره. اول اسم الله لا başladık işi بسم الله لا قلق ز خوش. اشکه بسم الله لا başlasa işine başlasa بسم الله لا گر عاقبت خیر لا اولر معتبر. işe بسم الله لا başlanılmasa عاقبت ابتر گلا اسلنمیه. احتمالاً ایشلنمیه، فکر میکنم اینجوری باید بخونیم. حالا اسلنمیه. başladık dahi بسم الله له خیر له ختم ایلین الله اوله. حالا این ادامه داره، ببینیم که با شعر کشیده. ببینیم فصل فی بیان نظم الکتاب. الله علینا اصحابنا داخی یقین
اولنا احتمالا آلنا اصحابنا، آلنا اصحابنا داخی یقین رحمت الله علیهم اجمعین. Dinle imdi Türkçe bir menzum kitap, ettiküm çün sır bela etmek etap. Sizi bela etmek etap. حالا این sizinla این نمیدونم اینجا چه معنی میده. ای نجا gördük uluları ilmiyle amil و kamilleri. Ulu alimleri. Okey. Ey nece gördük ulu alimleri ilmiyle amil و kamilleri. Türk dilince düzdüler bunca kitap, ma'ni bu zinde götür diller nigab. Götür diller nigab. Diller arzu kردن. Kimse görüp ani ağaz etmedi ya ağaz etmedi. Hem onlar dahi hiç ağır etmedi. Üzrünü hem an kıldım beyan. Firnas fakirun nas olmuk اولاد دیلر همان. حالا اینجا دیگه خیلی متوجه نمیشم بعضی از کلمه ها رو، شاید نمیدونم کوچکترش بکنیم بهتر دیده بشه، بزرگترش بکنیم بیشتر بشه. همانه، بله اون. حالا اینجا پس بولار گلا نیم عذرم بتر، شاید بتره. پس بولار külle nim üzrüm beter نظم için. خب منظومه حالا چی؟ منظومه چون منظومه yeter. خالص منظومه یا خالن منظومه yeter. Yani ki منظومه dirler bir kitap, nakl anun nazmiyle olmuş sevap. Ani menzum eylemiş ta'lif ede, ane ta'annu olmadı hac کمرده کسرده. نمیدونم این بعضی جاها رو نمیتونم بخونم. بذارید بریم ببینیم در مورد فقهش چی گفته. اینجا در این کتاب با همین چیزی که دیدیم، تاریخ تالیف کتاب سنه 828، یوسف ابن دولت ساکن بالی کسری علیه السلام. نه این ساکن نمیشه، یوسف ابن دولت سالن بالا کسری علیه السلام یا کسرا علیه السلام. حالا ببینیم که یه جایی برسیم که ببینیم این من ترک الصلاة معتمدن فقط کفره. هر کسی که نماز رو عمدن ترک بکنه کافره. یه چیزی امکان نداره. این فقها اینها رو از خودشون در آوردن، برای اینکه در اسلام نماز خواندن شرط مسلمانی نیست. شرط مسلمانی 2 کلمه بیشتر، جمله بیشتر نیست. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. مسلمان میشه دیگه، کافر نمیشه. مادامی که این 2 کلمه رو گفته باشه مسلمان حساب میشه. اینها فقها نظر خودشه. این آدم فکر میکنه که حالا من هر کی مخالف منه میتونم فتوا بدم که اون کافره یا اون مرتد میشه. یه چیز شخصیه. این آدم هم هر کسی هستش، حتی اگر قرار باشه امام باشه، نظر شخصیشو میگه، نظر دین نیست. من عقیدم رو در این باره بارها گفتم که اسلام اگر قرآن رو فرض بگیریم که از طرف خداوند اومده به هر شکلی، اسلام اون هست. احادیثی که از پیغمبر نقل میشه، سخنان پیغمبر،
اینا اسلام نیستن، اینا نظر شخصی پیغمبره، رفتارشه، بهش میگن سنت. برای اینکه میتونن جزء اسلام، بعضیا میتونن قبول بکنن، بعضیا میتونن قبول نکنن، یعنی این اسلام نیست. در نتیجه اسلام چیزی هستش که در قرآن هست، خارج از اون رفتار و منش و کردار و گفتار افرادی هستش که مسلمانن اما نظر خودشون اعلام میکنن، نه نظر خدا رو، چون نظر خدا رو خود پیغمبرم نمیدونه. حالا اینجا دوباره در حاشیه یه چیزی نوشته شده که نمیتونم بخونم، بریم ببینیم ترک صلات. بوندن آنلندکی اولدور رکن دین. بوندن آنلندکی چی میشه؟ aklındaki bundan aklındaki oldur rukn din ani terk edip dinin yagin yıkma safin. Dinin ani terk edip, ihtimalen اینجا bundan aklındaki oldur rukn din، aklındaki نمیدونم یعنی چی، ایلنمخ ایلماخ، احتمال میدم که یعنی نماز قلماخ یا چیزی که به صلات گفته میشه، فکر میکنم اینجا به اون اشاره میکنه. وقتی نماز رو میخونیم رکوع میریم، سجده میریم، ایلنمخ میکنیم. یعنی ایلنمخ الان البته در عثمانی به معنی لذت بردن از یه چیزی هست، یه حرکتی هست، ولی در اعمال و حرکت بدن ایلمک به معنی خم شدن و این هاست. اگر این رو اکلندگی به اون معنا بگیریم، احتمالا مفهوم غیر مستقیم صلات رو میرسونه. آنی ترکدوب دینن یکما صفین، حالا صف دین رو به هم نزن. پس گرک در کم آنی اول تمام یا اخی اول تمام bildirirəm sağ ki bir anları çün namazı şart kılındı vuzu, çün namazın şartı kılındı vuzu pes ana dahi gerek این احتمالا نمیدونم نقطه اون هست alde su. پس ana dahi gerek altıda su، alde su. من حالا اینجوری نمیدونم این ت اینجا چی میشه، یعنی آب داشته باشه. پس سنون اوصافini zikreyliyim. Sonra آبدستین دخی بس این ایلیم. حالا وصفین چی اینجا هست، دخی وسی این ایلیم. چون مقدم در تهارت ذکر خوش biz ona kıldık mukaddem ani olş. Şul su kim fi nefsi zahir ola. این کلمه ای که به شکل فی نوشته شده رو نمیدونم. هن بر نسند ای اول طاهر قلا. هر بر نسنه، این هره، پس مثل قلا نوشته و نقطه هم گذاشته. هر بر نسنه ای اول طاهر قلا، آب همه چی رو پس طهارت اونون لا اولار و احتمالا وار باشه. چون معتردد bildi آنی هدا. حالا اینجا دیگه افتادیم تو گل، تو این با وضع این. البته ببینید خوندن این کتاب به نظر من آسون خواهد بود وقتی چشممون با مثلا اینجا متوجه شدیم این نوع هر جوری نوشه، این هر میتونیم بخونیم. حالا با یه مقدار آشنایی با طرز نوشتار حروف میتونیم این رو بهتر بخونیم. کتاب الطهارت یا به جز بالوضوء و حالا اینجا هم عربی نوشته که به وضوء اینا. مثلا اینجا نمیدونم چرا وقتی اینجا وضوء میگه در خود آب دست میگه مثلا.
خب خیلی رو این قضیه نمونیم. این فصلش چی شد؟ اوکی، داره اینجا مثلا در مورد آب صحبت میکنه. بذارید ببینیم. شبل شل سوکیم دائم تورا قیمیا دل اول شایدم آنن سیدار تکی اولمیا بول. نمیتونم کلمات رو نمیتونم هم بخونم همین که معنیشو بفهمم. ترکی من خیلی خیلی ضعیف از اینه که بتونم اینو بخونم. احتمالاً یه علتش هم اینه که این یه کتاب تخصصی هستش در امور دین، ولی خب گلدک و اول کم ما را مستعمل در طاهر olmaz بعضی مستعمل olur. بعضی یعنی مستعمل olur. شل سکم قلدی نمازی و حلال زیرا آن لا حدث بلدی زوال. حدث بادی که از انسان خارج بشه اون رو میگه حدث. یعنی کم برکشی آب دست سز ola kim namazı kılmak için abdest ala. هر کی که حالا بدون وضو باشه برای نماز خواندن باید وضو بگیره. وضو هم گفتیم که کلمه است که مال زرتشتی ها و نمیدونم مجوسی هاست و به دین اسلام ربطی نداره. همون که کلمه نماز هم مال مجوسی است ولی وارد ادبیات متاسفانه ترکا شده. کم ثواب olmağı için abdest ala. Kim sevap olmak için ya olmak için abdest ala gamu tular ما مستعمل اولا. احتمالا این ما عربیه، بر اینجا دوباره اینجوری گامی توتولار بله اینجوریه گامو. احتمالا این هم قامت رو اینجوری نوشته، شعر رو هم برای اینکه خب به هر حال نمیخوایم کتاب رو بخونیم. میدونیم که ترکی من ضعیفه ترکی و به خواندن این دستخوانده ها عادت نکردم. فقط میخوایم بدونیم که این کتاب وجود داره و به زبان ترکی هست، در مورد فقه نوشته شده و به شعر. این هم دیروز در مورد تاریخ یک کتاب خوندیم که در رابطه با از دیدگاه ایدئولوژیکی شیعه یا مذهب شیعه غالی، افراطگر و اغراق‌آمیز به تاریخ نگاهی کردیم. تاریخ اسلام رو از دید اون در شعر دیدیم. امروز فقه رو در قالب یک کتاب شعری میبینیم. یعنی یکی زحمت کشیده و کتاب شعر رو به کتاب فقه رو به شعر تبدیل کرده و بر اساس شعر این رو بیان کرده. این هم گفتیم که در نتیجه میبینیم که قضیه شعر و شاعری در زبان ترکی هم بسیار مهم بوده و دولت‌های ترک، خلفای ترک هم براش سرمایه گذاری خیلی زیادی انجام دادند. ببینیم آیا میتونیم یه بحث دیگری رو همینجا ببینیم. من میخوام اینجا ببینم که میشه در مورد ثابت. حالا این آدمی که این کتاب رو خریده یا نوشته خودش هم اومده اینجا حاشیه هایی رو برای این کتاب نوشته، یعنی حالا نظرات تفسیری داشته یا نظرات مخالفی داشته اینجا بیان کرده. باب الوضوء بیان، حالا بیان هستش چی هست اینجا دیگه.
Yani bunlardan ziyade idum idum. Yani bunlardan ziyade idum nesne buk kem sitr avret inhum aham et aham. Yani bunlardan ziyade idum بیشتر از اینها نسنه بوک چیم یا احتمالا پولم میتونه باشه نسنه بوک چیم ستر اورت ات اهم her kimseye ki farz oldu namaz dilediğim oduya in niyaz oduya in namaz ام داخی محدث اولا هم داخی محدث اولا هم اول زمان یعنی kim آبدست bu kadar bas haman کم çərək amal آبدست آله اول kim namaz qılmağa anda bula yol anda kim namaz qılmağa anda bula yol پس شروع اتک آنون ارکانine diyelim bir beranun erkanine bir beranun erkanine ol اول ol برزمی یور مقدر پس اهم. حالا بازم دوباره افتادیم به گل. خط کتاب خط خیلی سختی نیست. باید چشم آدم به این خطها عادت بکنه، به گردش قلم عادت بکنه و البته نورش هم یه مقدار زیاده با اینکه من عینک زدم، ولی دوباره اینو فی نواقص الوضوء حالا داره دوباره فی نواقص الوضوء وضوء عربیه اما آبدست یه ترکیب فارسی است که خود فارسا به کار نمیبرن. جالبه. اینجا در مورد تیمم صحبت میکنه. حالا ببینیم این تیمم چی میگه. Su yerine dür teyemmümde mührab bu belə geldi çün bize çenden xitاب حقدن خطاب bir kişi گر قادر olmazsa suya یا خود آبدست almak sir müyesser ola almak. اینجا یه چیزی نوشته که almak سیر اولا، نمیدونم این سیر چی هست، یعنی این نمیتونم بخونم. بس سوده اول میل گدر اولا کمولا اساسنی آنده بولا. اوکی دیگه تیمم بود دیگه. حالا اینجا شما متوجه شدیم که تیممه، بقیه‌شو نتونستیم بخونیم. عرضم به حضور انورتون که کتاب رو همینجوری داریم برای باب الفل چی هست؟ باب چی هست؟ فرضی غسل. این غسل فرضی غسل داخل دگل دینله تمام فرضی غسلون داخل دینله تمام nice buyurdu ani fahrul anam ağzına bir nun sular goyasan ağzına bir nune sular goyasan her birin bir su ile خوش یویسن. احتمالاً دیگه داره دندونهاشو میشوره. بو نجلاوین گامو اعضای تمام بو نجوالین گامو اعضای تمام یویب آنن خوسن دای امام ای امام. احتمالا میدم چی خوب
بعضی از کلمات رو واقعا نمیشه تشخیص داد که این مثلا چی میتونه باشه. این خومیه من میدونم، این فومیه میدونم، یعنی خیلی یه مقدار باید با این رو به قدری خوند این کتاب رو که با این کلمات آشنا شد. حالا اینجا در مورد حیض هم صحبت میکنه، باب حیض. دوباره رفته باب فی النفاس، اینها مربوط به احکام مربوط به خانم هاست. باب انجاس، نجاست ها، در مورد نجاست رو صحبت میکنه. نجاست ها به غیر از حرام هستند، در نتیجه اون یه چیز دیگری است. باب الاستنجا، احتمال میدم اینم یه چیزی که من نمیدونم. باب کتاب الصلات، اینجا در مورد نماز صحبت میکنه. اونجا حالا یه جایی گفتش که هر کی نماز نخونه کافره. دوباره اینجا باب الاذان، باب شروط الصلات، نماز شرط هایی داره. اینجا دوباره دیدیم که خیلی زیاد اذان شریف سنت مؤکده در اذان شریف مؤکده در. Malum ola ki ezan okumak vakti için olmayıp namaz için olduğu تأثیر. حالا دیگه اینجا رو خیلی نمیتونم بخونم. توضیح داره میده که نماز رو مثلا چی شد، داره میخواد بارون بباره، انگار اینجا هوا تاریک شد. با اجازه من این چیز رو روشن بکنم برگردم. ببخشید دوستان، این یهو هوا مثل که بارونی شد. و خب در مورد نماز هست، هنوز داره صحبت میکنه. ببینیم یه جایی قلم بهتر میشه که من بتونم یه چند کلمه از این کتاب رو بخونم و خیلی هم خسته کننده نباشه. این چیزایی که من میخونم میدونم که خسته کننده است. و دوباره اینجا با یه مبحثی روبرو شدیم که خیلی درش مسائل باید گفته میشده. کسایی که میخوندن اومدن یه چیزهایی رو در حاشیه کتاب نوشتن. بخش ترکی کتاب رو میبینید شما الان. باب صلات الجمعه، نماز جمعه رو چجوری باید خوند داره توضیح میده. میدونی که سنی ها به نماز جمعه خیلی اهمیت میدن و بازار تقریبا تعطیل میشه. باب صلات العید چیزی سفر و تکبیرات. همجیزی bir emre bir vacip dahi işleyesen vacip olmuştur ahi. Yani tekbirat teşrif işlenel ürfe günün ertesinde başlagıl. قلماق اونجا ما در کتاب قبلی قل رو خوندیم، حالا غ هم گفته میشه با غ، یعنی başlagıl یعنی شروع کن به نماز خوندن. حالا günün ertesi Arafa günün ertesinde başlagıl. Geci ziram günün asrindahi kim سنر وقت اوله الحق ای اخی. یه مقدار در خوندن، یه مقدار بسیار بسیار زیادی در خوندن این کتاب. باب صلات الکعبه، حالا در مورد احتمالاً قبله هست یا خود کعبه هست که اونجا چجوری کعبه ایچین اگر گلسه نماز باقی خود او سبتن قلوب جلسن نیاز. سن اولا فرز اولا قلدوغن بانا فیله بانا فیله قبله در قلدوغن هم جایز نولا.
Kabe içinde eğer dursa imam، این ده هست. حالا اینجا ببینید dursa imam اونیل اصاب اونیا الصابولرینی تمام الصابولرینی تمام. بعضی کلمه ها به خاطر اینکه احتمالاً تخصصی هست و من هیچ ذهنیتی از اونها در ذهن ندارم، در خوندن کتاب اونها هم نمیتونم که یه فرضی تو ذهنم بیاد و بگم که این چی هست. کتاب زکات اینجا رفته به زکات که چی هست. چون تمام اولدی به ذکر صلات بیر ذکر، احتمالا این بیر باشه بین باشه. چون تمام اولدی بین ذکر صلات دیلا امدی نتا در ذکر و صلات یا صلوات. bir kişinin mali anın çok ola bir kişinin mali onun çok ola هم داخی کمسایه بز دی بو اولا دیگه نمیتونم بفهم. اینا رو ببینید کلماتش ما آشنا نیستم. ذهن ما بر اساس آشنایی با کلمات اونها رو میخونه خیلی وقتا، نه بر اساس نوشتن، به خصوص که چون استاندارد نیست. ببینید این کتاب استاندارد نیست، یعنی صدای حروف و کلمات رو نمیبینیم، در نتیجه نمیتونیم بر اساس اون رو بخونیم. اگر این حروف حداقل صداها رو داشت میتونستیم کلمه رو بخونیم درست، اما معنیش رو نفهمیم، چون که با این اصطلاحات علمی که ترکی هم باشه آشنایی نداریم. حالا اگر عربی بود یه مقدار من عربیم حالا خیلی دیگه مثلا بگیم 10% هست عربیم، ولی چون این به ترکی هستش و اصطلاحات فقه رو در ترکی اصلا نمیدونم، در نتیجه هیچ ذهنیتی حافظه من از کلمات ترکی فقهی نداره. در عین حال این چیز هم نداره که استاندارد هم نیست، اون صداهای دهگانه ترکی که داره اونها رو هم نداره که من بتونم حداقل درست بخونم کلمه رو. در نتیجه این برای خوندنش برای من بی سواد در زبان ترکی میبینی که خیلی سخته. نویسنده فرضش بر این بوده که این کتاب فقهه. وقتی یه مولایی بخواد این کتاب رو بخونه باید حداقل زبان ترکی رو از نظر استاندارد و ادبی و علمی و فقهی تا یه مقطعی خونده باشه که حالا تمامی این کلمات فقهی و غیر فقهی تو ذهن این ملکه شده باشه. وقتی این جمله رو میخونه نیازی نداره که کلمه درست نوشته شده باشه، مغز این به عصب این معنا رو میگیره سریع، معنا گاپار یعنی معنی رو سریع میگیره و کلمه رو اگر غلط هم نوشته شده باشه از نظر املایی و شکلی میتونه اون رو تصحیح بکنه و معنیش هم در بیاره. ولی چون ذهن من در ترکی خوانی و ترکی نویسی متاسفانه آشنایی با کلمات ترکی نداره به خاطر سیاست‌های دولت‌ها در ایران و فارس‌ها، متاسفانه من هیچ آشنایی با املا و نوشتن کلمات و معانی عربی کلمات به ترکی در ذهن ندارم که بتونم به ذهن من بتونه اونها رو به هنگام خوندن کلمه ها بیاره بگه اینجا آهنگش اینه، این کلمه باید باشه، یا این به این شکل نوشته شده باید یه چیزی باشه. حالا اینجا مثلا باب زکات الاسب و الفیل و الحمار، حالا اسب و فیل و حمار هم حمار خر هم چیز داره، زکات داشته، این در مورد اونها داره صحبت میکنه. هم اشکده، حالا من اینجا حمار نوشته بود میترسیدم اینو اشک بخونم،
اولش که اینو میخواستم بخونم، بعد دیدم اینجا هیمار نوشته، متوجه شدم این اشجک باشه دیگه. همین ناقدر olursa çok anda قاطرده adde قاطرده zekatun فرس yok فرسی یا فرقی yok، احتمال این فرق داره، یا فرس yok هم اشجکته نقدر olursa çok فرقی نمیکنه. خر و قاطر و اسب و اینها هر چقدر زیادن باشن فرقی با هم ندارن، یعنی حیوانات. kim مگر atın zikuriyle onas محیط اولار با سلاس. حالا اینجا در مورد مؤنث مذکر بودن، یعنی ماده و نر بودن اسبها صحبت میکنه. مهنت احتمالاً باشه، نمیدونم یعنی چی. اولار با و با سلاس. من حالا این سلاس میدونم که 3 میشه، اما این با چی هست دیگه گفتم اینها رو در نتیجه نمیتونم با فقه ترکی، فقه به زبان ترکی آشنا نیستم. خوبی این کتاب، حالا من اینجا اینو دیگه تموم بکنم برای اینکه خیلی طولانی شد و خسته کننده هم شد برای دوستان. این کتاب خیلی تخصصیه و برای ماهایی که به زبان ترکی میخوایم آشنا بشیم بسیار بسیار مهمه، برای اینکه فقه رو به ترکی میخواد توضیح بده و این خیلی مهمه. برای اینکه فقه یک چه بخواهیم چه نخواهیم، چه دوست داشته باشیم چه نداشته باشیم، چه بخواهیم چه نخواهیم، فقه بخشی از زندگی مردمان هستش، انسان ها هستش و انسان های ما با فقه متولد میشن، با فقه هم به گور میرن، به قبر میرن و مقبور میشن. حالا اینجوری بگیم بهتره، چون گور باز هم به یک دین دیگری ارتباط داره، لغت‌های دین دیگری هست. این کتاب به ما فقه رو به زبان ترکی، که فقه یک تخصص هستش، یا حالا اگر علم هم ندونیم یک تخصصه، داره اون رو به زبان ترکی آموزش میده و این خیلی مهمه برای اینکه مثلا زبان فارسی هیچ کتابی نتونسته فقه رو به زبان فارسی ترجمه بکنه. فقه در زبان فارسی اصطلاحاتش و همه چیزش به عربی هستش. اینجا در مورد روزه هستش، کتاب صوم. دوباره اینجا میبینیم که چیزهایی رو نوشته که خوندن این کتاب برای ما از نظر اینکه اصطلاحات ترکی فقهی رو بدونیم خیلی مهم خواهد بود. البته که قطعاً با آشنایی با این کتاب، با خوندن 10-20 صفحه از این کتاب، چشم ما به خط و چرخش قلم بر روی کاغذ آشنا خواهد شد و ما خواهیم توانست که این رو راحت تر بخونیم. اینجا در مورد نکاح، ازدواج، شرایط ازدواج داره صحبت میکنه. خیلی به نظرم اینجا حالا نتونستم حتی عربیشم بخونم که چی هست. ببینیم آیا یه جایی خطش عوض میشه که یه خط بهتری. به نظرم اینجا عوض میشه ولی باز همونه. نه، میبینید که این کتاب چندین ویژگی داره. یکی اینکه یه کتاب فقه هست و اصطلاحات فقهی رو به ترکی گفته و اصلا کلا فقه رو به ترکی نوشته. دوم اینکه این کتاب فقه رو به شکل شعر در آورده و این هم یک مزیتیه که زبان ترکی دارای این هست. حالا در مورد طلاق، اونجا ازدواج بود، اینجا در مورد طلاق صحبت میکنه که به نظرم خیلی مهم است ببینیم که ازدواج و طلاق از نظر ترک ها چجوری هست. باب متعلق یا متعلق، باب الرجعه،
این متعلق اینم رجعه هست. رجعه هم یعنی خانم یا آقا میتونن برگردن دوباره بعد از ازدواج، یه مدتی بعد از ازدواج میتونن به همدیگه برگردن، یعنی باطل میشه خود به خود اگه برگردن. اون طلاق قبلا گفته بودن خودش خود به خود چیز میشه. باب الخلع هستش، باب الاظهار هستش، باب اللعان نمیدونم یعنی چی. ببینی اینها فقه هم دیگه، عربیشو گفته و بعد رفته داخل باب النفقه که الان تو ایران خیلی رایجه، کتاب الاعتاق یا اعتاف. اینجا ما اینها رو میبینیم. حالا با اجازهتون یه مقدار سریعتر بریم. کتاب القید، کتاب اللقید نمیدونم یعنی چی. هم داخل دینله لقیتی ای امام نیمه در آنی داخل ایله تمام. bir kişi bir geçerren oğla نجو بخو کر نه نمیتونم بخونم. یکی از دوستان بتونه این کتاب رو بخونه و یا این رو ترجمه بکنه. کتاب شرکت، چجوری انسان ها در کار شراکت داشته باشن، اینها رو از نظر فقهی میخواد. ببینید حتی این کتاب فقه رو دقت بکنید. حالا این الان دارم ادامه میدم در این حالی که داریم نشون میدیم. این کتاب فقه رو شما مقایسه بکنید با کتاب‌های فقهی که امروزه وجود داره. این چقدر کم هست و امروزه چقدر زیاد شده. این معلومه که هر ملایی اومده، هر کسی رفته. الان مثلا فرض بکنید که من میگم آقا عینک زدن به هنگام نماز، عینک بزنم به هنگام نماز مثلا به عبادت ما و دیدن خدا چشم ما رو چیز میکنه. حالا یه سوال اینجوری که جدید باشه میریم میپرسیم آقا، یکی احتمالاً پرسیده آقا میتونیم عینک بزنیم؟ گفتن آره میتونید بزنید. حالا اگه بگی که یه عینک میزنیم که ما بیرون ما رو نمیتونیم ببینه، ما بیرون رو میتونیم ببینیم، آیا خدا برای ارتباط با خدا که نماز رو میخونیم ببینیم آیا عینک چیز هست؟ اون ممکنه بگه نه عینک چیز نزنید. خب این نظر خودشه دیگه. حالا مثلا یه دیدگاهی داره آدم، میخواد اون رو به شکل یه سوالی یکی میپرسه اونم جواب میده، تبدیل میشه به دین. نه این دین نیست، این دیگه اون نگاه بر اساس شرایط و اون تجربه. یکی مثلا اومده گفته که دوش گرفتن در حمام جایز نیست با شیر چیز، با این شیری که از بالا آب میاد رو سرمون. گفتن که حرامه. برای چی؟ برای اینکه این چیز نیست، کر نیست. کر چی هست؟ یه حوضیه که درش مثلا یه مقدار آب باشه که شما داخلش که میخوابید آب بالای شما باشه، بالای سر شما. حالا نمیدونم از نظر اندازه هم گفتن اینقدر باید آب داشته باشه، متر مکعب مثلا آب داشته باشه، یا اینقدر سطح رو نمیدونم چی آب داشته باشه. یه چیزایی هستش. ولی حالا خودشون با همین قفندان میگفتن، با یه چیزی بود که آب رو بر میداشتن رو سرشون میریختن، یه دسته داشت فلزی بود، با این مثلا آب رو میریخت، اصلا نمیره کجاش میره نمیره ولی اونو میپذیرفت. یا مثلا میگفت که کر باید باشه، در حالی که میدونیم مثلا آب جاریه، یه مثلا چشمی که داشته یه ذره آب میومده اون جاری نبوده، خیلی جاری بوده اما چیزی نبوده. اینم جاری بوده که از یه جایی میومده. ولی خب ملا هستش، حالا به یه چیزی مخالفه یه چیزی موافقه، اونو حکم میده علیهش. چرا که مثلا به هر حال اعمال قدرت میکنه. اینجا قضیه اعمال قدرت است. باب تحکم، چجوری حکم بکنن، اینم در مورد اون هستش. حالا احتمالاً تحکم نمیدونم حالا پدر بزرگ باشید چی. باب رجوع ان شهادت، چجوری میتونی شهادت رو پس بگیری. اینم هم کار سختیه هم یک مسئله فقهی هستش. کتاب الوکالت، اینجا هم در مورد وکالت از طرف حالا هر کسی باشه صحبت میکنه. خب پس این کتاب رو ما
تا اینجا متوجه شدیم که فقه حنفی رو به شعر کشیده و بیان کرده. متاسفانه سواد ترکی ما نرسید این کتاب رو بخونیم. این تقصیرش به گردن هم خود ما هست و هم دولت ایران و اون سیستمی که ما رو مجبور کرده اینجا باشیم، ولی بیشتر ما به عهده خودمون هست، برای اینکه ما باید زنجیرها رو پاره بکنیم و یولدی تمام، احتمالاً بو اولدی تمام باشه. حالا مثلا اینجا یوگ نوشته، من دیگه چی کار بکنم؟ بو اولدی تمام یعنی احتمال میدم این تمامه. گر نماز قılmağa bu gilse mauz iki safin adı sende dura. حالا چی نمیدونم دیگه، اینا رو نتونستیم. مجتهدler muktedasi ol imam داء کامل داء کامل اصل محکم و سلام تمام کتاب به اون الله الملك الوهاب قد تشرف الاطلاع اتمام به اون الملك العلام اضعف العباد الرحمن المصطفى بن علی بن عبدالمنان حفظه الله تعالی یوم المیزان من الفصاحة و عذاب النیران فی اواسط شهر ربیع الاخر سنه 82 و الف. خب اینجا آدم هم خودش، نویسنده هم خودش معرفی کرد. اسمش هست مصطفی فرزند علی که فرزند عبدالمنان هستش، احتمالاً که خدا اون رو حفظ بکنه. اینجا هم یه دعایی در مورد خودش کرده که خداوند اون رو از نیران، از شعله‌های آتش جهنم حفظ بکنه. در اواسط ماه ربیع الاخر سال 1072 اینجا گفته که در 828 اونجا گفته بود، اینم اینجا یه چیزی رو نوشته، من اینجوری دیدم. حالا این کتاب فارسیش هم بسم الله الرحمن الرحیم اما بعد رو دیگه اونجا قسمت عربیش رو نخونیم، بذارید ببینیم اینجا کوچیکش بکنیم ببینیم. بعد سوال کردن، بذارید ببینیم این چی هست. این الحمدلله الذی اسس قواعد الاحکام و رفع دعائم الاسلام و میز لعباده الحلال من الحرام و ختم الادیان ببینید من عربی رو چرا راحت تر میخونم؟ برای اینکه چشم من به این کلمات عربی هم شنیدنش هم خواندنش عادت کرده. اگر هم چیز نکنم دیگه اینو میتونم بخونم، برای اینکه مغز من میتونه خودش اصلاح بکنه، میتونه به کلمه بعدی این خواهد بود، حدس میزنه از سیاق کلمه، از سیاق کلماتی که کنار هم چیده میشه و از موضوع جمله، مغز اینو بالخلاصه فی الجمله میفهمه که این کلام در چه موردی هست، کلماتی که دارن میان کلمه بعدی هم باید این باشه، یه حدسی میزنه. حالا اگر حدسش غلط در بیاد برمیگرده اصلاح میکنه، اون وقتی که شما متوجه میشید که چیز شده. ولی برای ترکی این حالت برام اتفاق نمیفته، برای اینکه من به خوندن کتاب‌های ترکی، به خصوص کتاب‌های ترکی ادبی قدیمی خطی تخصصی علمی، اینها عادت نکردم و مغز من با اونها آشنا نشده، در نتیجه نمیتونه حدس بزنه کلمه بعدی چی هست. از طرفی که خط اون کتاب با این یکی خیلی متفاوته. اون به هر حال خیلی دست نویس بود، خیلی قلم یه جور دیگری چرخیده بود، این با آنکه دست نویسه اما یه جور دیگری قلم چرخیده. حالا و ختم الادیان به افضل ختام الیوم الی یوم القیام و اتمها به خلافت علی امیر المؤمنین علیه السلام. حالا اینجا این شیعه هست احتمالاً. و اطرته الاماجد العطایب الکرام صلوات الله علیهم.
اینجا این آدم شیعه هست، این نویسنده شیعه هست، اون یکی سنی بود، این شیعه هست. و بعد سوال کردن جمعی عرب پرهیزکاران، به وقتی اینکه شیعه شد رفت رو چیز فارسی، برای اینکه شیعه گری به نوعی با فارسی عجین هست. از پرهیزکاران و گروهی از برادران صادق دلان که بنویسیم به جهت ایشان رساله‌ای که مشتمل باشد بر اصول واجبات و ظاهر کرده اند آنچه را واجب کرده است خدای تعالی از اعتقادات و عبادات. پس اجابت کردم ایشان را به سوی این مطلوب و رفتار کردم در آن از فضل حق تعالی به واضح ترین مسلکی مرغوب و امید دارم از کسانی که نگاهبان کنند از برادران اهل ایمان، هرچند که بعد از گذشتن ایام باشد و طول زمان، آن که شریک کنند مرا در دعای صالح ایشان و از خدا درخواست کنند که بهترین جزا دهد بر مرا بر تألیف آن و مسما گردانیدم آن را به بقیت المطالبه در شناختن مفروض و واجب و مرتب ساختمان را بر 3 مطلب. حالا این نمیدونم رفته یک کتابی در مورد چه رفتی به این کتاب، چه رفتی به اون داشته، نمیدونم چرا این رو آورده داخل این کتاب گذاشته. اسم کتاب رو هم گفته که چی؟ به بقیت المطالب و مسما کردم آن را به بقیت المطالب. اسم کتابش هم گفته بقیت المطالب، در شناختن مفروض و واجب و مرتب ساختم آن را بر 3 مطلب. اول در اصول ایمان واجب است دانستن آنها. اصل اول، حالا اینجا مطلب اول، اصل اول، حالا خودش چند تا چیز اینجا داره. این کتاب فارسی هستش، ساده، البته زبانش با زبان جمله بندیش از جمله بندی امروز بسیار متفاوته و ربطی هم به فقه حنفی که اونجا گفتیم نداره. این یک مطلبی است در مورد اعتقادات شیعی. در اصول ایمان واجب است دانستن آنها از دلیل بر وجه علم و یقین و کافی نیست ظنی که حاصل می شود به طریق تقلید با حدس و تخمین. و اصول ایمان 5 چیز است 3 از آن اصول اسلام است که هرگاه کسی انکار کند یکی از آن 3 چیز را یا شک در آن آورد کافر گردد. میگه 3 چیز هستش که در اسلام، حالا البته این گفت 5، یعنی شیعه 5 تا میدونه، اسلام 3 تا میدونه، سنی ها 3 تا میدونن. ایشون میگه اگر از این 3 چیز یکی رو شک بکنه یا انکار بکنه میشه کافر. اصل اول شناختن حق سبحانه و تعالی و کافی است در اثبات ذات او، شناختن صفات او و نگاه کردن در علامات و آثار در تقلب لیل و نهار و آنچه میبینی در آسمان و زمین از عجایب مخلوقات و از جمادات و جامدات و انواع حیوانات و غیر آن. حالا دیگه این کتاب برای من خیلی ساده است خوندنش، هم به خاطر خطش هم به خاطر چیز. پس فصل اولش، حالا اینجا رو فقط بگیم، اولی خداست، شناخت خدا که میگه خودت به زمین و زمان و آسمان اینا نگاه میکنی یا متوجه میشی که خدایی هست. اصل دوم آن از اصول اسلام نبوت است. اینم نبوته که اگر میگه گفتیم که در اسلام اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول کافی هست. سوم رو حتی نمیخواد. در اسلام اعتقاد به قیامت، انکار قیامت جزو چیز نیست، اصول اسلام نیست در قرآن، برای اینکه فقط 2 چیز شرط مسلمانیه، اینکه قیامت رو بپذیره یا نپذیره شرط اسلامیت نیست، مسلمان شدن نیست. توجه بفرمایید. اما اینها گفتن که سوم چی هست ببینیم. دومی پیغمبر بود، سومی ببینیم اگه بتونیم پیدا بکنیم، فکر میکنم که اصل 5 اومد که این چجوری رفت و اصل 5 ما ندیدیم این رو. اصل 4، اصل دوم رفته، اصل 4 که چی دوباره نبوت هست. حالا اینجا رو یه نگاه بیشتری بندازیم شاید یه چیزی ببینیم اینجا.
یه مقدار تندخوانی بکنیم که نفهمیم چی به چی هست، برای اینکه تندخوانی واقعا ارزش هیچ چیزی رو نداره، فقط زمان رو بیشتر از بین میبره. شما اگه بخواید که کتاب رو 10 بار بخونید، بهتره که 1 بار خوب بخونید. نه همون نبوته و بعد نبوت دیگه تسبیح سنگ ریزه در دست مبارک آن حضرت و انخال میکردن آن حضرت. که اصل سوم از اصول اسلام معاد جسمانی است. اینجا گفته معاد جسمانی است و کافی است در حصول یقین به آن که عقل حکم به وجوب آن بر خدا. عقل اصلا نمیگه که ما معاد جسمانی خواهیم داشت. آدم حالا خودش عقلش اینجوری میگفته در اون زمان، علم و تجربه و عقلش و اعتقاداتش اینو به این چیز میکرده که عقل میگه آقا حتما چیز جسمانی خواهد بود، معاد جسمانی، یعنی ما با همین جسممون اونجا از قبر میایم بیرون و محاکمه میشیم. خب با کدوم مرحله از جسممون؟ جسم کودکیمون، جسم نوجوانیمون، جسم جوانیمون، جسم پیریمون، کدوم جسممون میخوایم بریم قیامت بیدار بشیم و تازه جواب کدوم مرحله از زندگیمون رو بدیم؟ تازه شرایط اجتماعی، شرایط تاریخی، شرایطی که دیگران به ما تحمیل کردن رو چجوری جواب بده زبان، جسم ما. جامعه رو یه جوری کردن که بعضی از کارها دیگه از ما انجام دادیم درسته، ولی اما مجبور به انجام اون هستیم. مثلا اصل چهارم امامت، این دیگه در اسلام وجود نداره. اصل پنجم هم احتمالاً عدالت، این هم در اسلام نیست. اصل پنجم عدالت است، عدل است و آن از اصول ایمان است، یعنی آن که بر حالا اینجا هم دوباره مطلب یکم و دوم داره که حالا دیگه این اصلا ربطی به فقه نداشت. من نمیدونم چرا نویسنده کتاب این دو کتاب رو در یک جلد مجلد قرار داده، یکی به فارسی یکی به ترکی، یکی در مورد فقه هست، یکی در مورد فقه حنفیه است، یه سنی هاست، دیگری در مورد شیعه هست، عقاید شیعی. حالا اینجا البته که این کتاب میتونه در مورد احکام هم یه چیزی بگه، مثلا سوم مطلب در فروع دین است و فروع دین بسیار است و اصل و عمده آنها 5 چیز است: نماز است، دوم روزه است، سوم زکات است، چهارم حج است، پنجم جهاد است. اینجا یادش رفته بوده در حاشیه نوشته که جهاد فروع دین هست، اصول فروع دین هست. حالا بعد اومده دیگه هی داره زیادش میکنه دیگه. اینجا ظاهرا به احکام میپردازه، مباحث در اجزای وضو و آن 6 چیز است: 3 غسل و 3 مسح. ببینید در مثلا مسح در سنی وجود نداره، در سنی غسل هستش، شستن، ولی شیعه اومده این رو به جای اینکه به خاطر فکر میکنم که حالا نمیدونم چرا سنی ها هم در مناطق خشک بیابانی زندگی میکنن، چه اکثریت، ولی چرا اونها مثلا خودشون رو، پاشون رو میشورن، سرشون رو میشورن، گوششون رو، گردنشون رو، دهانشون رو، بینیشون رو میشورن، ولی ما شیعه ها که در همون تقریبا شرایط و حتی بهتر از شرایط سنی ها زندگی میکنیم از نظر آب و هوایی، اومدیم به مسح، یعنی دست کشیدن به دست مرطوب رو کشیدن، به جایی که حالا میگم باید مثلا اینجا که مسح میکنی نباید آبش بخوره با آبی که قبلا صورت رو شستیم. مثلا یه چیزایی هستش که به نظر من ملاها اینها رو خودشون خلق کردن و ربطی به اسلام و حضرت محمد نداره. به هر حال این هم از کتاب امروز دوستان. امیدوارم که روز خوبی داشته باشید. به امید دیدار.